سرخط خبرها. تشبیه حملات پاکستان به عملکرد اسرائیل در فلسطین. رئیس ستاد ارتش کشور میگوید قربانیان حملات پاکستان زنان و کودکانند. رژیم صفاک و خوناشام است که هر وقت که حمله کرده تا حال او بالای مردم غیر نظامی ما حمله کرده. ادامه روند اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان. سازمان ملل از بازگشت احتمالی بیش از 2 میلیون مهاجر دیگر تا پایان 2026 خبر داد. نباید پناهجویان افغان قربانی تصمیم‌های و سیاست‌های کشورهای همسایه و کشور پاکستان نیست. و تشدید بی‌سابقه تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن. سنتکام و سپاه پاسداران از حملات متقابل بر مواضع یکدیگر خبر دادند. سلام و وقتتان بخیر. به این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز شنبه 23 سرطان 1405 هجری شمسی است که برابر می شود با 14 جولای 2026 میلادی. من فردین سیدی هستم. مشروع خبرها. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش کشور با انتقاد شدید از حملات پاکستان به خاک افغانستان این حملات را با رویکرد اسرائیل در فلسطین مقایسه کرد و افزود که قربانیان اصلی این رویدادها غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکانند. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی حملات پاکستان را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و خواستار اقدام جدی و قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. گزارشی از عبدالله بصیر. رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی میگوید که ارتش پاکستان در حملات خود غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد، اما امارت اسلامی در پاسخ به این حملات هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. او حملات پاکستان به افغانستان را با حملات اسرائیل به فلسطین مقایسه کرد و گفت که در هر دو مورد کودکان از قربانیان اصلی هستند. هر وقتی که اونا حمله کرده اما قاطعانه پاسخ خود جواب خود گرفته هستند، اما نظامیاش گرفته هستند. متاسفانه کام حملاتی را که اسرائیل بالای غزه میکنه فعلا و بمباردای را که پاکستان میکنه هیچ تفاوت نیست. و هم طفل و کودک را میکشه یا هم طفل و کودک را به شهادت است. گزارش‌های میدانی و شواهد به دست آمده از مناطق مرزی نیز نشان می‌دهد که در پی حملات هوایی ارتش پاکستان بیشترین آمار جانباختگان را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند. در این میان زنان و کودکان قربانیان اصلی این حملات گزارش شده است. فطرت همچنین تاکید کرد که تحریک طالبان پاکستان هیچ حضوری در افغانستان ندارد و امارت اسلامی نیز اجازه چنین حضوری را نخواهد داد و گفته او هر حمله ارتش پاکستان با پاسخ قاطع امارت اسلامی روبرو شده است. سلا داشته باشه و جنگ بکنه علیه پاکستان و در افغانستان نیست و ما برش اجازه هم نمیتیم در افغانستان. ما این وعده داده هستیم و به وعده خود وفا هم میکنیم که ما خاک افغانستان به ضرر هیچ کشور دیگر استعمال و استفاده نمیشه. در همین حال شماری از آگاهان نظامی حملات پاکستان به مناطق غیر نظامی افغانستان را نقض آشکار قوانین بین المللی و غیر قابل قبول می‌دانند. آنها از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند که در برابر این حملات موضع جدی و قاطع اتخاذ کند تا از کشتار بیشتر افراد بیگناه جلوگیری شود. یک عمل جنایتکارانه است که باید شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد تصامیم جدی را بر علیه نظامیان تروریست پاکستان به عمل آورند. همچنین برخی از آگاهان سیاسی بر این باورند که پاکستان در نیم قرن گذشته سیاست‌های نادرست و مغرضانه‌ای را علیه افغانستان دنبال کرده و این رویکرد همچنان ادامه دارد. پاکستان در 50 سال گذشته از سرزمینش و دستگاه سیاسی و استخباراتیش علیه افغانستان و کشورهای متعدد استفاده شده، اما با چنین اتهام وارد کردن‌ها
آسمونی کوشش میکنه همین وظایف جدیدی را که گرفته، حتی با استفاده از شهروندای افغانستان برای نام ساختن افغانستان، برنامه‌ای که داره تحت پوششی وارد کردن چنین اتهامات اون برنامه و اهداف خود به پیش. پیشتر فرماندهان ارتش پاکستان بر ریاست عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور در نشست 15 سرطان در راولپندی بار دیگر مدعی تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان شدند و بر ادامه عملیات نظامی علیه آنچه تهدیدهای هراس افغانی خواندند تاکید کردند. مقام‌های امارت اسلامی اما همواره این ادعاها را رد کرده و تاکید کردند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست. همزمان با ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که از سال 2023 تا کنون حدود 2,590,000 مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. در سوی دیگر، هند در چارچوب کمک‌های بشردوستانه محموله‌هایی از خیمه را برای مهاجران بازگشتی افغان کمک کرده است. در همین حال، سازمان ملل پیش بینی کرده است که تا پایان سال جاری میلادی بین 2 تا 2.5 میلیون مهاجر دیگر به افغانستان بازگردانده خواهد شد. گزارشی از عبدالله بصیر. پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را همچنان ادامه می‌دهد. روزنامه داون گزارش داده که از سال 2023 تا کنون حدود 2,590,000 مهاجر افغان که در این کشور حضور داشتند به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس این گزارش تنها ایالت پنجاب 138,342 مهاجر افغان را پس از انتقال به مراکز نگهداری، تکمیل اسناد و طی مراحل قانونی از طریق گذرگاه ترخم اخراج کرده است. مقام‌های پاکستان تاکید کردند افرادی که ویزه معتبر ندارند اجازه اقامت در این کشور را نخواهند داشت و روند بازداشت و اخراج آنان ادامه خواهد یافت. اتخاذ یک سیاست سختگیرانه در قبال مهاجران که به صورت یک جانبه و اجرای اخراج گسترده بدون رعایت اون استانداردهای حقوق بین الملل و برنامه‌ریزی‌های متناسب میتواند تشدید بحران‌ها را بیشتر بکند و به مسائل منطقه افزایش پیدا بکند و مسئله‌ای که میتواند منجر به بی‌ثباتی در منطقه شود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که دهلی نو شماری از خیمه‌ها را در چارچوب کمک‌های بشردوستانه به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تحویل داده است. این کمک ها با هدف حمایت از اسکان و بازتابی مهاجران بازگشته انجام شده و بخش از ادامه کمک های بشردوستانه هند به مردم افغانستان است. این خیمه ها می تواند بخشی از نیازهای سرپناه خانواده هایی را که در ماه‌های آخر به افغانستان بازگشتند برطرف کند. در سوی دیگر برخی فعالان عرصه مهاجرت از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی می‌خواهند که در برابر این وضعیت سکوت نکنند و برای حفاظت از حقوق، امنیت و کرامت انسانی مهاجران افغان نقش فعالتری ایفا کنند. از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم که سکوت نکنند و حقوق و امنیت و کرامت انسانی پناهجویان افغان باشند و همچنین نباید پناهجویان افغان قربانی تصمیم‌های و سیاست‌های کشورهای همسایه و کشور پاکستان نیست. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش بینی کرده است که تا پایان سال 2026 میلادی بین 2 تا 2.5 میلیون مهاجر دیگر به افغانستان باز خواهند گشت. سخنگوی بخش افغانستان این سازمان گفته است که در 3 سال گذشته 6 میلیون افغان از کشورهای خارجی به افغانستان بازگشتند که 1 میلیون تن آنان در سال جاری برگشتند. و در خارج از کشور، تنش‌ها میان ایران و امریکا بر سر تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که سنکام از ادامه حملات گسترده علیه اهداف نظامی ایران خبر می‌دهد، سپاه پاسداران نیز از حمله به پایگاه‌های امریکا در منطقه و هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده است. همزمان با ورود بازیگران منطقه‌ای مانند حوثی‌های یمن، نگرانی‌ها از گسترش دامنه این درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش یافته است. درگیری‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر تنگه هرمز با گذشت هر روز شدت بیشتری می‌گیرد و دامنه این جنگ اکنون به دیگر کشورهای منطقه نیز گسترش یافته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است که سومین موج حملات شبانه این کشور علیه ایران به مدت 5 ساعت ادامه داشته و در جریان آن شماری از تأسیسات نظامی ایران هدف قرار گرفتند تا توانایی این کشور برای حمله به کشتی‌های تجاری بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام افزوده است که در حال حاضر بیش از 50,000 سرباز آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند.
در جریان عملیات 5 ساعته نیروهای آمریکایی با موفقیت اهداف نظامی را در بشخور، چابهار، جاسک، نارک، ابو موسی و بندر عباس هدف قرار دادند تا توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری بیش از پیش تضعیف شود. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات اخیر آمریکا، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی الجفیر بحرین را با استفاده از موشک‌ها و پهپادها هدف قرار داده است. در حملات سپاه پاسداران 2 نفتکش نیز در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. امارات متحده عربی و بحرین اعلام کردند که در این رویداد 1 نفر کشته و دست کم 8 تن دیگر زخمی شدند. به سران کشورهای منطقه هشدار داده می شود هر گونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لوجستیکی از ارتش متجاوز آن کشور به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی گردیده و در صورت گسترش جنگ در منطقه شعله‌های آتش جنگ دامن تمام کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت. با وجود اینکه تنگه هرمز از سوی ایران بر روی هر گونه رفت و آمد بسته شده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که این تنگه باز است و افزوده که محاصره دریای ایران را از سر گرفته است. ترامپ گفته است که آمریکا در برابر تأمین عبور آزاد امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز 20% هزینه تأمین امنیت و ایمنی را دریافت خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش کنایه‌آمیز به این اظهارات ترامپ گفته است که 20% رقم بسیار بالایی است و ایران با انصاف عمل خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا کاملا حق دارد. هر کسی که عبور امنی کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین کند باید در برابر این خدمت پاداش دریافت کند. ایران همواره نگهبان این تنگه بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند. البته 20% رقم بسیار بالایی است. ما با انصاف عمل خواهیم کرد. دامنه جنگ جاری میان ایران و آمریکا اکنون به کشورهای منطقه نیز کشیده شده است. در تازه‌ترین تحول، حوثی‌های یمن در واکنش به حملات علیه باند فرودگاه بین‌المللی سنا، فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان سعودی را با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. یحیی سری، سخنگوی حوثی‌های یمن، به تمامی شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده است که تا زمان پایان محاصره فرودگاه بین‌المللی سنا از پرواز بر فراز حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند. اصرارا من العدو السعودي على دشمن سعودی مسئولیت کامل بمباران فرودگاه بین‌المللی صنعا و تصمیم به انجام این حمله ظلمانه را به عهده دارد و مسئول پیامدهای این تجاوز که در راستای منافع امریکا و دشمن صهیونیستی انجام می شود خواهد بود. نیروهای مسلح یمن برای دفاع تجاوز پایان دادن و با محاصره تحمیل شده بر کشورشان بر مواضع خواهد استوار هستند. ما به تمام شرکت‌های هواپیمایی هشدار می‌دهیم که در خصوص پرواز بر فراز حریم هوایی عربستان سعودی تدابیر احتیاطی لازم را اتخاذ کنند. تنش‌ها میان ایران و آمریکا در حالی شدت گرفته است که تنها 26 روز از امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد میان دو طرف می‌گذرد و انتظار می‌رفت دو کشور با تلاش کشورهای میانجی مذاکرات را برای دستیابی به توافق نهایی ادامه دهند. اما نقص پی در پی توافق از سوی آمریکا و تشدید بحران بار دیگر نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده است. در میانه جنگ ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کنیسه در مرکز تهران نیز از حملات در امان نماند. این مکان مذهبی در 17ام حمل 1405 همزمان با 48مین روز جنگ هدف حمله قرار گرفت و به شدت آسیب دید. در این حمله شماری از شهروندان یهودی ایران که در اطراف این کنیسه زندگی می‌کردند نیز جان باختند. اکنون خبرنگار آفاق با حضور در محل از ویرانه‌های این کنیسه گزارشی تهیه کرده است. این دیوارهای فرو ریخته ساختمانی هست که در تهران به عنوان سومین کنیسه یا عبادتگاه جامع یهودیان ایران شناخته می شود. در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، بسیاری از تأسیسات و ساختمان‌ها آسیب دیدند. در میان آوارهای کانکریتی، خشت و چوب، این ساختمان که در سطح ایران سومین کنیسه بزرگ به شمار می رفت، نیز هدف حمله قرار گرفت. ساختمان این کنیسه به طور کامل ویران شده و دیگر هیچ نشانی از زندگی در آن دیده نمی شود. تنها چند تنه درخت که در اثر دود و بارود سیاه شده اند دوباره سبز شده اند. بخش های ویران شده این کنیسه روایتگر تاریخ سخت این بنای قدیمی هست و این حقیقت تلخ را بازگو می کند که شاید هرگز به شکوه گذشته خود باز نگردد. در زیر دیوارهای فرو ریخته و اطراف این کنیسه دیگر نشانی از زندگی باقی نمانده است. تنها یک لنگ کفش پاره و به جا مانده از پیکر یک جوان به عنوان میراث درناک در این محل دیده می شود. امروز ما در یکی از
کنیسه های تهران قرار داریم، کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در تهران و این محل کلاً یهودی نشین است و اینجا در اثر جنگ اخیر تخریب شده و هدف موشک قرار گرفته که جانباخته های زیادی داشته و نه تنها ای که کنیسه تخریب شده، ساحای مسکونی هم تخریب شده که و بیشتر جانباخته ها اهالی منطقه بوده. در جریان حمله به این کنیسه، منطقه مسکونی اطراف آن نیز ویران شده و ده‌ها تن از یهودیان در این حمله جان باختند. و چیزی که اینجا دیده میشه، جنگ فارغ از دین، باور و قومیت بر زندگی مردم اثر میگذارد. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران از همه مرزهای اخلاقی و انسانی عبور کرده و حتی تأسیسات عامه مانند مکتب‌ها و چنین عبادتگاه نیز هدف حمله قرار گرفتند. در جریان حملات هوایی اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، افزون بر مکتب‌ها، مسجدها و بسیاری از مکان‌های عمومی، خسارت‌های گسترده نیز به تأسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی وارد شد. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.